که این خیلی انکشاف داشت همین طور است. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دویم بیت باید کسی دیگر شروع کند. ولو شیدای تو اینجلی حیرانی من، اینجلی حیرانی من ولو شیدای تو. وقتی خوش میدمد نسیم بهار مجده آرد جانبی گلزار. من ترک عشق و باده و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر. اما ما نمینتون یاد شما با هم رو میبینیم که ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهل شیخ گمراه. شیخان گمراه آفرین. راست یافتید درست. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. دل را به دل رهی در این گنبدی سپید، از روی کینه کینه و از روی مهر مهر. من ممکنه دیده جان هم یک از عقبه فرومدم و نالیش کردم سنگای در خونت بالیش کردم. مای خانه را در باز کن ساغرکشی آغاز کن، دل را به می دمساز کن گفتار بستان برد. همین سوزن آفتی شما 100 ساله شوید. تشکر. در زمان ما البته شعرهای لطفگویی و لطف شعرگویی کمتر شده است، چون که بیشتر مضمون و به دقت میتین و بیشتر به مندرجه شعرها خواهد. مثلا از لطف ها گفتم صنما لبی تو همچون نمکی. آفرین. گفتم صنما لبی تو همچون نمکی، گفتا تو چی دانی نمکی بی نمکی. گفتم که زلالی لبی تو بوسه کنم، گفتا بشود به شرط آنکه نمکی. آفرین. نمکی خواهد برموز چند خیلی. یا مثلا میگوید که دردا که در دیار شما در دیار نیست، هر جا که در دیار نباشد دیار نیست. مجنون صفت گردی برندم و پایدار، مردانه جان دیم که جهان پایدار نیست. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد ز اشک، هم به میزانت بروبان خاکی در گفتم به چشم.